آقای پزشکیان، نونوا تو تابستون و زمستون تو جهنمه. تا حالا یه چند دقیقه رفتی پشت تنور نونوایی؟ بدبخت‌تر از نونوا پیدا نکردی؟ بدبخت‌تر از کارگر نونوایی پیدا نکردی؟ چه ظلمی بود در حق کارگر نونوایی بدبخت؟ مگه چقدر رو حقوق میگیره که تو جهنم کار بکنه بعد سوبسید بیمه‌ش هم ور میداری؟ یعنی واقعا تو یکی ظلم به آخر رسوندی. یعنی خائن تر از تو دیگه وجود نداره. چقدر حقوق میگیره که این همش هم بخواد بده به بیمه؟ آتیش حرارت نونوایی کور میکنه، کر میکنه، به مغز آسیب میزنه، به قلب آسیب میزنه. دلش خوشه واسه بازنشستگی، سن بازنشستگی که افزایش دادی، اومدی سوبسیدش هم ورداشتی. لعنت